استاد با برنامه ما خوش آمدید. لطفاً میگفتید که حالا در عرصه مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان چه روندهای مهمی مشاهده می شوند؟ حاضر مهاجرانی سالهای 2017 از مهاجرانی که اول 2000 بودند فرق آنها از زمین و آسمان است. پیشتر مردم ما وقتی که مهاجرت شدند، وقتی که گریزه شدند بعد از سالهای جنگ گраждانی، آنها یک مقصد داشتند که بی‌خطری بود و یک کار یابند، یک برده نان خودشون رو یابند. اکنون که نسل دوم و نسل سوم مهاجران تاجیک پیدا شد، جهانبینی آنها، رفتار آنها، کردار آنها تماما دیگر است. یعنی تاجیکانی که در آنجا هستند، آنها امکانیتی کار کردن دارند، آنها زبان روسی رو خوب میدانند و مقصدهای نیک دارند و در حتی از باغچه سر کرده تا مکتب عالی آنها رقابت رو میبینند. آنها میبینند که در مبارزه، حتی در باغچه اگر یک تاجیک باشد او باید که خوب خوند، خوب رفتار کند، کردار کند. این هم در مکتب، هم در باغچه، هم در مکتب و هم در مکتب‌های عالی. یعنی آنها آبتاب یافته ایستادند در شرایطی تماما دیگر. یعنی آنها مقصد دارند که در روسیه معلومات گیرند، در روسیه زیست و زندگانی کنند و در روسیه اویله‌دار شوند. و نسل آینده که پیدا میشد آنها همچون روسیه رو همچون ترامپلین استفاده برده امکانیت پیدا میکنند که با دولت‌های اروپا، شتات‌های متحده امریکا، انگلیس و دیگر جاها کار کنند. با این ترتیب با عقیده شما نسل چهارم مهاجران کاری تاجیک اصلا وجود نخواهد داشت؟ مهاجرت رو ما بسته نمیتوانیم، محکم کرده نمیتوانیم. اگر در گرد تاجیکستان دیوار چین سازیم مردم میروند. این بعضی فکر ملاحظه است که همه شرایط باشد هیچ کس با مهاجرت نمیرد. این تماما فکر نادرست است. یعنی در دور گلوبالی هر یک شخص امکانیت دارد و خواهش دارد که بیرون از دولت خود رود کار کند، معلومات گیرد و هر یک امروز زیایه بینید، زیایی یا که پدر مادر خواهش دارند که فرزندان آنها یا که در روسیه کار کنند یا که در اروپا کار کنند یا که در امریکا کار کنند. یعنی منتالیتت مردم تاجیک نسبت 20-30 سال پیش تماما دیگر شد. یعنی مردم با مهاجرت تماما از دیگر نقطه نظر نگاه میکنند. یعنی از نقطه نظری اون که ما جدا شدیم یا که وای میرد دور میشه دیگر خیلی میشه، این از بین رفت. پس من بعد هم شهروندای تاجیکستان در جستجوی جای کار باز هم عازم روسیه میشن؟ نه، حاضر وقتی میآید که از شهرهای بزرگ روسیه، گوبرنیای بزرگ روسیه با تاجیکستان میآیند، ازبکستان میآیند، قرقیزستان میآیند، خانه به خانه مردم رو جلب میکنند تا که آنها رفته کار کنند. هر سال روسیه قریب 1 میلیون مردمی که کارشویم هستند رفته ایستاده است. از روی معلومات‌های سازمان کل در 2100 اهالی روسیه قریب 95-98 میلیون میرسد. یعنی حاضر اگر 145 میلیون باشد بعد از 80 سال قریب 2 برابر کم میشد اهالی. فکر نمیکنید که مقامات تاجیکستان هم باید من بعد با مقامات روسیه در مورد حل مشکل‌های مهاجران کاری از همین نقطه نظر مناسبت کنند؟ حاضر مهاجرت بیشتر زاویه سیاسی گرفتگی. یعنی حاضر ما امکانیت نداریم که و همین مسئله رو در سطح بلند برداریم. کمتر وقت که اومد آنها خودشون مجبور میشن که مهاجرت رو با مهاجرت اهمیت جدی دیم. من برای شما مثال میبرم. ببینید در راهبری یکاترینای دوم راهبری روسیه بود 3 ukaz قبول کرد. ukazش مقصدش چی بود؟ از بخارا جلب نمودن مردم به سیبیر، تیومن، همون طرفا به هر یک شخصی که از بخارا میرفت 25 روبل جدا میکردن. مقصد یکاترین دوم مقصد مانده بود که مردم بیایند و همون جا رو آباد کنند.
ва то ҳоло дар Тюмень ҳаст ҷо ҳаст ки бо номи Бухарская слобода мегӯянд. ҳамонҷо барои онҳо масҷид ташкил карданд, барои онҳо рӯзнома ташкил карданд, барои онҳо нотариус ташкил карданд, мактаб ташкил карданд ва онҳоро ба армия даъват намекарданд. фақат мақсад ҳамин ки ҳамон ҷо монанд, зиндагӣ кунанд, обод кунанд. яъне ҳозир хоҳед нахоҳед Россия ба даври Екатерина ду бармегардад ва ба он имконият медиҳад ки мардуме ки дар он ҷо ҷои қувваи корӣ аст омада кор кунад. агар ки мо кор накунем, хитоиҳо мебиёд кор мекунад.